نماز تهجد نماز نیمه شب است. وقتش وقت بهترش با فضیلتش بین شب است یا اخیر شب است که آدم نماز تهجد بخوانه. نماز تهجد 8 رکعت است. اگر 2 رکعت بخوانیم هم جایز است. اگر 4 رکعت نیت بکنیم، یعنی 4 رکعت به یک سلام بخوانیم، این بهتر است. من از امام صاحب رحمت الله علیه 4 رکعت نیت کردن ای بهتر است. 4 رکعت نیت بکن، نافل بخوان 8 رکعت. و در نماز تهجد هر سوره ای را که خودت یاد داری درست امو سوره ها را بخوانی هم جایز است. 8 رکعت است. 2 رکعت نیت بکنی هم میشه، 4 رکعتی نیت بکنی بهتر است و هر سوره ای را که میتونستی بخوان. اما نیتش که آیا در نیت نماز تهجد بگویی یا نگویی او مهم نیست. امی که استاد میشی وضو میکنی و به نماز استاد میشی به نیت تهجد، امو نیت درست است. نیت